دوستان گرامی، این بار اول در تاریخ دسته خوجند امکانیت دارد که با بازی‌های فینالی منتخبی برآید در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حالا من با رستم خوجا سرمربی این دسته امکان دارم که یک صحبت اختصاصی انجام دهم و پیش از همه تشکر به شما که راضی شدید که به سوال‌های ما جواب گردونید و بار دیگر من می‌خوام شما تشکر زیادی مخلصان تاجیکستان رو برای بازی اولی که دسته شما با کوپه داغ ترکمنستان داشت و بچه‌ها رسانید و اینجا خیلی خوش استقبال شد و تا حاضر درباره این غلبه میگم. رحمت البته ما هم به همه مخلصان فوتبال تاجیک این غلبه را مبارکبادی میگیم و باور کنید احساس میکنیم که مخلصای فوتبال تاجیک انتظار همین غلبه هستند و البته حرکت میکنیم که در تاریخ دسته خوجند یکمین بار از گروه بازی‌های انتخابی جام افریقا راحت به پلی آف گیرد و البته ما بازی ما و خرسندی این دسته برای مخلصای ما است. تشکر زیاد. پگاه شما با صاحبان میدان یا خیلی میزبان این گروه اف دسته دوردای و میکنید، اما دوردای که ما دیدیم در بازی با دسته کوپدک با مغلوبیت دچار شد ولی امکانات‌های خیلی زیاد داشته. دسته چگونه در مقابل دوردای بازی کردنی هست؟ چون که دیدید پیش از بازی دسته دوردای با دسته کوپدک اما میگفت که دسته دوردای در این بازی بسیارتر گل میزند و در بازی اخیران با خوجند از حساب بازی با کوپدک نتیجه خود را بهتر میکند، لیکن بازی نشان داد که دسته کوپدک هم دسته پرقوت است و بازی خیلی خوب نشان داد. این نشان میدهد که دسته کوپدک هم میتواند بازی خوب نشان دهد و دسته دوردای که در بازی با کوپدک خیلی وضعیت‌های گلزنی بسیار داشت و هجوم بسیار داشت لیکن استفاده بردن نتوانست. این هم باز تکرار می‌کنم نشان میدهد که دسته خوجند حرکت خود را میکند که بازی با خوبتر نشان دهد و البته صاحب غلبه شود و صاحب راحت به پلی آف جام افریقا شود. کدام تاکتیک رو پیشه خود کردنی هستید؟ با کدام طرح بازی میکنید؟ از محافظت به هجوم یا که مثل اون که فقط در بازی با دسته کوپدک در هجوم بودید و وضعیت‌های نیمه زیاد رو فوتبال بازی شما یعنی حمله‌گران و بازیکنان خط میانه به هدف نرسانیدن؟ من نمیتونم گفتم که ما فقط با دسته کوپدک فقط فکر هجوم رو داشتیم. ما بازی کردیم و یک نقشه خود رو داشتیم و یک مقصد داشتیم در پیش بازیگرا و خصوصا داشتیم که اون چیزایی که ما از بازیگرا میخواستیم در بازی اجرا کردن. این فوتبال است، اگر ما همه گل‌ها رو میتونستیم زدن این ممکن نتیجه دوام این مسابقه ممکن حل میشد، لیکن این با تکرار میکنم این فوتبال است و من هیچ گفتن نمیتونم با کدام تاکتیک ما بازی میکنیم. البته ما دسته دوردای رو بعد بازی با دسته کوپدک نگاه کردیم و انالیز خود رو کردیم و بازیگر رو رسوندیم و اون تاکتیکی که ما میگیریم البته ما نقشه داریم، لیکن امروز چخیل که من در پرس کانفرنس گفتم تکرار میکنم ما از بازی خود نمیگردیم، حرکت میکنیم البته بازی کنیم. ما نمیخوایم که بازی برویم و فکری بازی دوران کنیم و راحت گیریم. این کار نادرست است. ما البته حرکت میکنیم بازی میکنیم، اگر دوران هم شود ما راضی هستیم لیکن پیش میدان برآمدن ما این فکر رو نداریم و البته مقصد ما اولین برآمدن از گروه است. درست است. در حقیقت ما هم آرزو داریم که در این بازی شما پیروزی به دست آورید، اما میخواستم یک آماری رو به شما بگویم که در برابر دسته کوپدک دوردای 24 ضربه زد که در برابر این بیشتری ضربه‌هاش به دروازه راست اومدن، اما دروازه‌بان خوب بازی کرد و خط دفاع خوب بازی کرد. در این سمت کدام کارها اجرا میشوند از جانب دسته خوجند؟ اگر بازی دیدیم بازی و بینید اگر بسیار ضربه‌هاشون از ضربه‌های جریمه‌ای و کورنر اومدن، از این سبب ما هم چون دوردای با دسته کوپدک 13 ضربه کنجی زد و ما هم 12 تا زدیم.
ما هم 20 اگر خطا نکنم 22 یا 23 ضربه زدیم و در دروازه کوپداک. با تکرار میکنم مقصد ما نبود فقط هجوم. البته بازی همین خیلی هست که اولین ما باید از جهت دفاع باید بهتر کار کنیم. بعد چخیلی که رقیب به ما اجازت میدهد و چخیلی که بازیگرای ما میتونن در حمله بازی خود رو پیش برن و حرکت میکنیم، چون که گفتم اون نتیجه بازی کنیم که به ما راحت گرد. تشکر زیاد. سوال دیگر هم همین بود که امروز هیئت اساسی دسته شما همه آماده هستند، جاهز هستند، یگان نفر لات نبرداشته است و یگان کمبودی در دسته نیست؟ نه، خدا و شکر همه بازیگرا در دسته همه آماده هستند و یگان لات خوردگی بازیگر هم نداریم، همه تیار هستند و ما خرسندیم که همه بازیگر تیارند، همه انتظار همین بازی است. و چون که باز میخوام تکرار کنم این بازی ما و خرسندی که باید ما با مخلصای فوتبال تاجیک دوام کنیم، بعد دسته تیم ملی ما حرکت میکنیم که در پرچم تاجیکستان را باز بلندتر برداریم. و با بازی‌های گروهی ای که در دوشنبه میگذارن توجه ظاهر میکنید، چون که اگر دسته شما با فینال برایت حتما با یکی از این دسته‌های گروه بازی میکنه. البته اون بازیایی که ما در دوشنبه گذشته هستن ما هم تماشا میکنیم و برای خود البته میدونیم که اگر ما از گروه رویم یکی از رقیب ما از گروهی که در دوشنبه هنرنمایی کرده همون گروه است، البته ما تماشا میکنیم و چون که میدونیم راحت میتونن با بازی نهایی فقط دسته سعودیانه و آلتیناسی گیرن. یعنی دسته آماده است که هم در مقابل آلتیناسی بازی کند هم در مقابل سعودیانه؟ البته ما حرکت میکنیم حاضرش ما فقط فکر با راحت گرفتن اون بازی. تشکر با شما برای کار میخوایم و امروز من فکر میکنم که برنامه ما رو مخلصان تماشا میکنن و همه امید دارن که دسته خوجند در تاریخ بار اول با بازی‌های نهایی منتخبی میبراید و توانایی شما با مخلصان با چی جواب شما دل اونها پر کرده میتونه؟ البته من بسیار گپ زدن نمیتونم، ما با مخلصان فوتبال تاجیک هستیم و باوری داریم که مخلصان فوتبال تاجیک با دسته خوجند هستند. سلامت باشید، برای کار با شما.